مادر جان سلام. سلام مادر. سلام علیکم. چی حال داری؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ چی جمع میکنی مادر جان؟ بوتل جمع دارم بیار. چی میکنی بوتل مادر؟ اولاد دارستم بیار جان در خانه کراییستم. دیگه وضعیت ما خراب است و بوتل جمع میکنم با اولادکای. بوتل چی میکنی مادر جان؟ میفروشم بیار جان. دانه چند بوتل میخرن نان از پیشت؟ کیلو 20 روپیه میخرن. در کجا میفروشی؟ در دکانه بوتل ها میخرن. در اونجا میفروشم. حالا شوهرت حیات است مادر جان؟ نخیر شوهر ما کراچوان است. خب زنده از فضل خدا. خب زنده بسیار خوب. است کراچوان است در کار ما بار نیست. خانه کراییستم. روز 70 روپیه و 60 روپیه میاره و من نان بخورم. خدا 6 تا اولادکای مست نان خور دارم. در او خاطر دیگه خودم اینه در بوتل جمع میکنم. نان قاق یا جمع میکنم. یک لقمه نان به اولادکای پیدا کنم. نمیشه همی کارا تفلکایت کنه؟ طفلک ما بچه که کلان ما میکارم میکرد بردن دستا بایومتریک یا بردن بایومتریک دیگه بچه که خود دستا دیگه تاثیر دیگه میده از مراجعان من نمیکنم. مجبور شدم دیگه خودم برایم. روز چند عاید داری از این مادر؟ از این روز چند کیلو؟ 50 روپیه 40 کیلوگکی روپیه گفتی میفروشی؟ کیلوگکی میفروشم. این اینو 40 یک 50 پلاستیک جو کنیم اینو میگه اینا میگه بخرن 20 اینو میام کتی دکانم 20 روپه دولت چی میکنی؟ چطور کنیم بیادر جان دیگه به خدا گفتم اولاد اصلا گوش نخواه در خانه آرد برین چیزی دارین هیچ بخوردن؟ چیزی ندارم. باور کن من نان او میشم اولاد مادر جان تصادف شما را اینجا دیدیم. ما کارمند بنیاد خیری امید حیات هستم. اگر موافق باشی بریم یگان چیز خریداری کنیم برای خانه. الله مهربان است، رزق روزی را خداوند میده. خیلی بیادر جان بریم مادر جان. بیا مادر. مادر جان یک چیز ناچیز بر شما گرفتیم. خدا مهربان است چند روز را بتانی سپری کنی. در کراچی میمانیم که ببره خانه برتان ببره. خیلی بینید تشکر. خداوند خیرتان بده. هر کسی کمک کرده خداوند اجر نصیبش کنه. خداوند بسیار زیاد بکشن که اولادکای مرا از شکمک نصیب کرد. خداوند این بکشن جمع کرده نکنه. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشی، زنده باشی. حال در کراچی میپرتیم.